سوالتان رو بدهید. و ما دخترچه دار شدگی روزه ایدی قربان 21 روزه میشه و یک گوسفند هم قربانی و هم عقیقه گفته ذبح کردن اجازه است؟ کار درست نیست خواهرم، خواهرم. همین کار درست نیست، برای آنکه عقیقه برای خود خاص گوسفند دارد، قربانی شما مخصوص همین عقیقه رو به قربانی آمیخته کرد. بعضی علما هستن اجازه میتن، اما بهتر است که جدا جدا کنه، چی ضرر داره؟ اگر گفتید نه شرایط ندارم، خیر گپی دیگر است، اما شرایط داشته باشه جدا جدا کنید، ثواب کلام میگیره، چون که این دو چیز دو عبادت جداگانه است. عقیقه یک چیز جدا که برای وی پیامبر جدا کردگی هستند، قربانی یک عبادت جدا، یعنی دو تا عبادت در این وقت بهترش یک جا نکنیم، حتی برای اون که حتی قربانی رو واجب هم میگفتگی علما هستن، لیکن اجازه دادگی هم هستن، اما بهترش که نکنید.